در مورد همین گوشه نو تأسیسی زنهای برومند ختلانی میخواستم نظرتون میگفتید. پیش از همین باید گفت که گوشه مذکور با تشبوسی بواسطه ماموریت آثارخانه ولایتی تأسیس یافته است و اینجا پیش از همه زحمتی کارمندان، مدیران تالار، خادمان علمی، راهبریت آثارخانه دیده می شود، زیرا مقصد از اون عبارت بود که همین آثارخانه ولایتی دارای یک گوشه باشد که مخصوص به فعالیت زنهای فعال ولایت بخشیده شده باشد و در همین ردیف تمام کارمندان موافق امکانات‌های موجوده، اون امکانات‌هایی که برای کارمند آثارخانه در شرایط امروزه دسترس است کوشش کردیم و حرکت کردیم که از ساحه‌های گوناگون، آموزگار، خواجگیدار، سیاستمدار، طبیبان و دیگرها از قهرمان مهنت سوسیالیستی سر کرده تا من امروزه زنهایی که در ساحه‌های گوناگون سیاستی دولت داری فعالیت میکنند گرد آورده در اینجا من گوشه مخصوص تشکیل دادیم. اینجا صورتی رقیه عطاینا ستاره شیر و فعلا معاون رئیس ولایت و سعادت امیرشاهی که اخیراً از پارلمان بازنشسته شدند، باز کیها هستند که زندگیشون مثل این زنهای برومند است؟ گوهربی پیرک و سابق قهرمان مهنت سوسیالیستی دوره شوروی اینجا هست، سعادت امیرشاهی و که من خیلی شما قید کرده اینجا هست، قیمت رستم و لطفت نصرالدین و سفرماه یتیم و دیگران که در ساحه‌های مختلفی اقتصاد جمهوری فعالیت نمودند. نسل جوان این چهره ها را چگونه میشناسد؟ البته پیش از همه مقصد اساسی از آن عبارت است که امروزه جوانانی که به آثارخانه ما تشریف می‌آورند در تمثال حیات این زن‌های فعال پیش از همه از آنها وای گیرند. تجربه حیات، تجربه کار، روزگار و در امثال حیات فعالیت آنها اینها فعالیت امروزه خود را برآورده. در همین آثارخانه کشورشناسی ولایت ختلان گوشه ترکمن‌ها، روس‌ها و لقی‌ها هست. میخواستم در این مورد بگوید هدفتون از این تأسیس گوشه‌های اقلیت‌های ملی چی است؟ پیش از همه مقصد از اون عبارت است که ما حیاتی آن ملت و خلقیت‌هایی که در حدود ولایت ختلان عمر به سر بردند و برده ایستادند آنها را در آثارخانه تجسم نماییم و آن مهمانانی که با مقصد شناسایی جهتی ولایت ختلان به این آثارخانه وارد میشوند کم و بیش از حیات گذشته و حاضره آنها باخبر گردند. از همین سه گوشه که در تاجیکستان زندگی میکنند و روس‌ها که سال به سال آهسته آهسته کم میشود، چه خیلی هستند بیننده هاشون؟ البته خیلی باعث تاسف است که روس‌ها کم میشوند، لیکن خیلی این امر تقدیر است. برای همین هستند میبینند از روسیه مهمانان میبینند، از دولت‌های اروپا میبینند و آنها نسبت این توجه نسبت این گوشه هست، اونایی که تماشا میکنند توجه دارند. یعنی که شما حیاتی ترکمن‌ها و لقی‌ها و روس‌های مقیمی وادی بخش اینجا انعکاس کرده. بله همین طور است.